یک نفر پیش‌سود شده با گمان صادر نمودن جنایت دزدی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شمس‌الدین شاهین بازداشت گردید. دستگیر شده از مغازه یک نفر ساکن جماعت دهاتی سریچشمه 60 عدد تلفن موبیلی و دیگر اشیاءهای ضروری را تصرف نموده به صاحب ملک 12000 سومانی ضرر رسانیده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانمان. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان آشکار گردید. ساکنین ناحیه شمس‌الدین شاهین جماعت دهاتی داغستان دهه شهر بربر محمد مصطفی 19 ساله که پیش با ماده‌های 328 قسم 2 و 244 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده بود با گمانبری در دزدی مال و ملک شهروندان به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شمس‌الدین شاهین آورده شد. نام برده سنه 26 و 27 دکبر سال 2020 تخمینا ساعت‌های 21 و 20 دقیقه شب با طریق پنهانی غیرقانونی وارد مغازه خصوصی شهروند محمدی سبحان‌آتا ساکن دهه سرچشمه شده. از آنجا 60 عدد تلفن موبیلی تمغه گوناگون، 20 عدد ساعت دستی گوناگون، 30 عدد بطری تلفن موبیلی گوناگون دزدیده از جای حادثه غیب زده است که در نتیجه او با این کردارش به شهروند محمدی سبحان‌آتا جمع به مبلغ 12000 سومانی ضرر جدی رسانیده است. شب 26 و 27 دکبر 2020 با مغازه من که در بازار مرکزی جماعت دهاتی سرچشمه جایگیر است شخصان نامعلوم داخل شده و قلف را شکسته در آمده یک مقدار تلفن های موبیلی و دیگر اشیاءها را دزدی کردند. من مینتداری خود را با کارمندان میلیسای ناحیه شمس‌الدین شاهین میرسانم که گمانبر شده ها را سری وقت در یک مدت کوتاه دستگیر کرده گرفتند. نسبت محمد مصطفی با علامت‌های ترکیب جنایتی در ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. تفتیشات در این سمت ادامه دارد.